شکلی گفتیم سنگو هر گونه صدای هر گونه صدا نه که صدای متالن صدای فلوز صداهای مختلف فلوز بعد سنگو خودش نشونه هست که بگیم اثر اما متال های میس یا آهنن یا میسن اما اثر هست سنگو زنگ خوردگی سنگو را تماشابینان عزیز دوستای گرامی همین سنگ اثر داره ای میس چگیم بی کس و تنها گذشت با درم و خوشچینی ها گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها رو هر بهار بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت تماشابینای عزیز کوهی که ما برآمدیم نقطه آخرینش را قرار داریم ای نقطه آخرین کوه دو طرف خوب نمایانه او طرف وادی تگنو دیه های ملیاب نوچون یال و سر مغزار نمایانه ای طرف دریای پنج خطی سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان که مرزبان های دولتی شب روز محافظت میکنند اون طرف دریای پنج جمهوری اسلامی افغانستانی برادر ما هم زبان ما هستند هم ملت های ما هستند هم دین ما هستند در اون طرف دریا خط سرحد دریا جدا میکنن کار زندگی میکنن مردم تاجیکستان تخمین تا سالهای 1930 یا 35 در اینجا زندگی میکردند اینجا دیه های سیون ریجاو باز یک چند دیه های دیگر بده است در همین پسی کوه مردم مهاجر میکنند به تگنو سالهای 1950 بالا ای عصر گذشته همه را مهاجر میکنند به ناحیه همدانی اون وقت ناحیه مسکو ناحیه مسکو تابع ولایت کلابی دوره شوروی بود اینجا هم زیبایی های خاصی خودش داره فقط تخت کوه ها داره ارچزار داره آب هم داره اونقدر جای گشت گذار کمه جایی که بگوی آزادانه حرکت کنم گشت گذار کنم خیلی جا با آسانی میسر نمیشوه خلاص دوستای عزیز این طرف در این طرف مردم زندگی میکرد آزی دیگه هیچ زندگی نمیکنه فقط سرحدبانو سرحد محافظت میکنن یا راه ساختمانش ادامه داره به انجام برسه منطقه بگیم امترین میشوه خنده می کردم و سوی شرشرم خنده می آمد ز سنگی هر درم
بچگیم خنده بر لب لب لبی دریا گذشت بچگیم خنده بر لب لب لبی دریا گذشت بچگی از ما بود و از ما نبود بچگی گویا بود و گویا نبود بچگی گویا بود و گویا نبود بچگی از ما بود و از ما نبود خبر ماندیم تا دیدیم فرسخ ها گذشت بی خبر ماندیم تا دیدیم که فرسخ ها گذشت بی خبر ماندیم تا دیدیم که فرسخ ها گذشت دوستان عزیز سیاحتی ما در تماشای گرد اطراف مزار خواجه متیخ ولی ادامه داره خیلی که گفتیم ای تماشای منظرهای زیبا هیچ سیر نمیشه وقتم گرم شدگی بسیار بگیم هوا تفسون شده است هیچی نباشه اگر یک 25-30 درجه است بچه ها یک 25-30 درجه وقت گرم شدگی حاضر ما میریم در یک سویگی میشینیم همراه شما خوب هوا گرم شود که حبیب بعد میدریم یک خونه میدونیم تو یکون تغییرات هست یا نه درست دوستان عزیز چخیلی که حمید گفت هوا گرم شد ساعت 1 شبه 12 به 1 شبه میریم میبینیم که یخهایی که ما صبح به نوار گرفته بودیم یکون تغییرات وارد شده است در وایو که تغییرات وارد نشده است ولی میریم ساعت خودش 12 شدگی یکم تر دم میگیریم کم تر گاید گرم شوه متاسفانه ما همراه خود همون ترمومتر نداریم که درجه گرمی هوا را نشون بدیم خیلی ارگانیسم خودش میفهمه 25 تا 26 ممکن تای 30 باشه گرمی به حد گرمه ساعت 12 نشده ساعت 12 نشده است ما تخمین گفتیم نه که ساعت 12 نشده بوده است خب برادرای عزیز باز یک چیزی دیگر را گفتم قید کنم اوید یعنی چشمه یخی و اطراف یعنی اینقدر که ما گشتیم در همینجا هوای قدر گرمه خزنده ها ما واخر نشیدیم به مثل کلرسک بطر مور ندیدیم به خاطری که آب نیست در اینجا آب یخ میکنه آب یخ کرد خزنده ها برای نشیدن آب پیدا نمیکنن این هم یک عجایبیه شما یکم چیز واخر شدین کلرس دیدین ندیدین در گرمی که جای سنگای کلون کلون تخت سنگی که در جای باید که در بالای هر قدمش اقلا یک اژدهاری حلقه زدگی افتاب بوده این سببی که آب نیست برای نوشیدن شونه آب یخ کردگی همین خیل خزنده ها وانه میخوره یه عجایبه این کلیمتی که در اینجای سنگ ریک در اینجا باید که خزنده های زهرناک بسیار باشه سر هر قدم و بخوری لیکن نیست
чойкак шамо ай чойкак ягон бу дора бахдиш чӣ бу дора ягон бу надора ман фикр мекунам ки буи капутӣ мекунам як бу дора буи ароматни дора ароматни ай гӯш درستی دیگریش کاکوتی بدن دوستای عزیز همینجا همش کاکوتی زوره کاکوتی در درد دندون فایده داره خصوصیت باد افکنی داره بادو را در شکم پراکنده میکنه یعنی که با گاز مبادل میکنه تندر خب میگه که شکوفه پوست نیست میکنه این در کتابی حامیجان زویدوف گفتگی های نزدیک کردیم صفایی که زیارت مردم زیارت میکردگی میویه در اونجا میشینن دم میگیرن همون صفه را ما قریب کردگیم میریم یک نانشته میکنیم بعد با سیاحت ادامه میکنیم اینجا همه چویکک به دست میگیریم سلامت باشی خب ارغایزور این درخت ها همش درختی ارغای های این همی تیاق ارغای سری به همیجا اومده بودیم حلقه دوستی عزیز ما در اینجا مست نشیدیم مقیمی همیجا شیدگیم هر یک وجب سنگ خوکشا میشناسیم اونجا ای باور که من شما در یک خوچه نشون بهتون گل کرده است کمای در حجم کمای اینه که بسیار بلند خیست از گل کرده است میخوام شما دا نشون بهتون که زیبایی طبیعت شما ببینید